سپردن امتحان زبان روسی برای مهاجران باز هم دشوارتر می‌گردد. شروع از 10 ایول سال 2025 گرفتن پتنت، اجازه اقامتی موقتی یا استقامتی دائمی در روسیه برای مهاجران باز هم دشوارتر خواهد گشت. وزارت معارف و علم فدراسیون روسیه از آغاز ماه ایول قاعده‌های نوی را جاری می‌نماید که سپردن امتحان زبان روسی را برای مهاجران خیلی دشوار می‌گرداند. نویگری‌های اساسی که به سیستم سپردن امتحان وارد کرده شدند اینهایند: یکم، تعداد سپارش‌های گوشی دوچند گردانیده شده و اکنون به جای 2 تا 4 تا می‌شوند. دوم، بالهای حداقل حتمی برای بخش‌های گوش‌کنی و گفتگویی جاری کرده شدند. این در حالی است که قبلا آنها در مجموع به نوبت گرفته می‌شدند. سوم، بانک وظیفه‌ها نو کرده شده، اکنون سوال‌ها از پیشتر 2 مراتب زیادتر می‌باشند. چهارم، امتحان اکنون طریق پلتفرم‌های رقمی گرفته می‌شود و این از مهاجران دانش کامپیوتری را طلب می‌نماید. پرد فین هاب هنگام دردسر، درد بوغم و دندان‌ها توصیه داده می‌شود. پرد فین از شرکت وگافارم. پرد فین هاب را از داروخانه‌ها پرسان شوید.